امیدوارم امروز حالتون عالی باشه. قرار یک جلسه رو ببینید که اسمش چطور با حداکثر الهام زندگی کنیم هست. من قبلا وکیل دادگستری بودم. یه جورایی به ایده الهام گرفتن میخندیدم. فکر میکردم خیلی ساده لوحانه است. با این حال وقتی واقعا موشکافی میکنید یا درباره پیشرفت فکر میکنید، وقتی به شاهکارهایی مثل مونالیزا نگاه میکنید، وقتی به شرکت‌های بزرگ نگاه میکنید که خلاقن، وقتی میرید واتیکان و سقف کلیسای سیستین رو میبینید که توسط میکل آنجلو نقاشی شده، وقتی به هر چیزی نگاه میکنید که در جهان یک شاهکاره، همشون توسط زن و مردی خلق شدن که به طور عمیق از قلبشون الهام و حس گرفتن. پس ما در جهانی زندگی میکنیم که خیلی ناپایداره و تغییر و تحول اولش سخته و وسطش آشفته کننده است، چون مثل خراب کردن و دوباره ساختنه. شما ساختمان قدیمی رو تخریب میکنید تا معماری و ساختمان ذهنی، احساسی و روحانی و جسمانی جدیدتر و بهتری جایگزین اون بشن. ولی اگر الان جایی هستید که کمی آشفته است یا سردرگم و خسته و به هم ریخته هستید، من اینجام که یادتون بندازم که تغییر آخرش زیبا و با شکوهه و دارید فرایندی و پشت سر میذارید و اون تماما خوبه و قهرمان درون شما خواهان رفتن به سطح بالاتری هست. قهرمان درون شما خواهان زندگی با شکوهیه که لیاقتشو دارید. پس چیزی که بهتون پیشنهاد میدم اینه که باید از الهاماتتون محافظت کنید. تغییرات زیادی رو دارید پشت سر میذارید. الان اخبار زیادی در جهان هست، چیزای منفی زیادی در جامعه هست. خوناشام‌هایی هستن که انرژی رو میخورن. شاید حتی در بین نزدیکانتون باشن و زندگی میتونه خیلی سخت باشه. هم فصل‌های خوب هست، هم فصل‌های سخت. زندگی همینه. لطفاً فکر نکنید که من روزای سختی ندارم. ولی ابزارها و تکنیک‌ها یاد گرفتم که از انگیزه و الهاماتم محافظت کنم. باید انرژیتون و طرز فکرتون رو محافظت کنید. باید از قلبتون محافظت کنید و این شکلی باید در جهان زندگی بکنید. اهداف جاه طلبانتون رو محقق کنید. زندگی عالی داشته باشید و در مسیر هدفتون بمونید. چون یاد گرفتید چطور از روز سخت یا فصل سخت زندگی بیرون بیاید تا به بهترینتون برسید. پس این جلسه به شما کمک میکنه که کاملا الهام گرفته بمونید و به سمت خارق العاده شدن پیش برید. اگر هیچ انرژی نداشته باشید نمیتونید خارق العاده باشید. اگر به افراد موفق نگاه کنید، یکی از عادات مشترکی که اونا دارن اینه که سطح انرژی بسیار زیادی دارن. من میخوام در این جلسه افکار و ایده هامو در رابطه با زندگی کردن با حد اکثر الهام باهاتون به اشتراک بذارم. ببینید، شما یک انسان خلاق هستید. شما خواهان خلق نتایجی خارق العاده هستید. شما باید همه رو شگفت زده بکنید. شما واقعاً باید در رشته‌تون پیشتاز باشین و تمام اینا با الهام گرفتن شروع میشه. من قبلا وکیل دادگستری بودم. فکر میکردم که ایده الهام گرفتن خیلی ساده و لوسه. باور داشتم برای موفقیت فقط تاکتیک‌های سخت و استراتژی و عمل کردن نیازه. ولی اگه به ایلان ماسک، نلسون ماندلا، جف بزوس، پابلو پیکاسو نگاه کنید یا هر اسطوره دیگه، متوجه میشید که اونا به این خاطر که الهام گرفته بودن کارشون رو انجام دادن. اگر الان به ایلان ماسک و اسپیس اکس نگاه کنید، اگه کارای داوینچی رو ببینید، میفهمید که اونا هم الهام گرفته بودن و همینطور توماس ادیسون. اگه به خیلی از این استارتاپ‌ها نگاه کنید، اونا مردا و زنایی هستن که کاری که دوست دارن رو انجام میدن، چون توسط این هدف قوی برای کارشون انرژی میگیرن. در واقع پایه و اساس هر هدفی الهام گرفتنه. پس الهام گرفتن و انگیزه بسیار حیاتی و مهمه. پس من شما رو به شدت تشویق میکنم که از الهاماتتون محافظت بکنید. من امروز میخوام بهتون کمک بکنم. میخوام چند تا از بهترین راههایی که بلدمو بهتون یاد میدم. پس خوب گوش کنید که براتون خیلی مهمه. شماره 1، مفهوم گردش که من بهش قدرت گردش میگم. ارزش بسیار زیادی فقط در بیرون رفتن از خونه وجود داره. دوستم تام پیتر سالها پیش دربارش صحبت کرد. ایشون اسم اینو مدیریت با قدم زدن گذاشتن. درباره این موضوع در موقعیت یک سازمان صحبت کرد. میگفت دفترتون رو ترک کنید و فقط قدم بزنید. ولی من اینو حتی بزرگتر میبینم. اما با تمام احترامی که برای تام پیترز قائل هستم، به شکلی میخوام این مفهوم رو گسترش بدم. من خیلی سفر میکنم. گاهی قبل از تور سخنرانی از خودم میپرسم که واقعا دلم میخواد که به سفر برم یا نه. بعد قدرت گردش رو به خودم یادآوری میکنم. با هواپیما سوار شدن افراد جدیدی رو میبینم. با رفتن به یک شهر جدید افکار جدیدی به سراغم میاد. با شنیدن صحبت‌های جدید سطح‌های جدیدی
از انرژی به دست میاره. پس قدرت زیادی در گردش هست. من به شدت شما رو تشویق میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم که اگه میخواید الهام بگیرید بیرون برید. چند روز پیش با یه راننده تاکسی صحبت میکردم. داشت درباره این برام میگفت که چطور در کیف زندگی میکرده و مهندسی خونده. درباره فرهنگ مردم اوکراین صحبت کردیم. ولی توضیح داد که چرا الان در این کشوره. داستان سختیاشو تعریف کرد. اینکه چقدر براش سخته. گفت من میخوام مهندس باشم ولی باید شکم خانواده‌مو رو سیر کنم. پس با رانندگی این کار رو انجام میدم. واقعا عاشق این کار نیستم ولی اینطوری زندگی میچرخه. و گفتگویی داشتیم که من تمام این ایده های مختلف رو ازش گرفتم که واقعا برام با ارزش بودن. پس صحبت کردن خیلی آموزنده است. ولی نکته شماره 1 اینه که قدرت بسیار زیادی در گشتن هست. چون اونجاست که گفتگوهای جدید خواهید داشت. اونجاست که بینش‌های جدید به دست میارید. من خودم برخی از بهترین ایده هامو از خوندن مجلات توی اتاق هتل ها گرفتم که هیچ ربطی به رهبری نداشت، هیچ ربطی به عملکرد بالا نداشت. من عاشق خوندن مجلات دنیای فشن هستم. یکی از مجلات مورد علاقه هم مجله پورتر هست که مجله فشن تقریبا جدیدیه. چند روز پیش لس آنجلس بودم، داشتم راب ریپورت میخوندم. داشتم چیزی میخوندم که یه جورایی مثل راهنما برای لس آنجلس بود و فقط زبان اون افراد خلاق رو یاد میگرفتم. من این کارو با عشق انجام میدم. چون میدونم که سرشار از یادگیری و نکته‌های آموزنده هست. پس آشپزها و مدل‌های فشن و طراحای فشن و افرادی که داشتن این صحنه‌های جالب رو می‌ساختن، اینا برای من ایده‌های بسیار خوبی می‌سازه که میخوام اونا رو به شما تقدیم بکنم. پس قدرت زیادی در گشتن هست و اما نگرش دوم. اگر میخواید بیشتر الهام بگیرید به این نکته خیلی توجه بکنید چون مهمه. یکی از روش‌های مورد علاقه من قدم زدن روزانه در طبیعته. من عاشق راه رفتن در جنگلم و گاهی وقتها در جنگل به کتاب صوتی گوش میدم. من بهش کتاب خوندن در حال قدم زدن میگم. کتاب خوندن در حال قدم زدن به مکانی میرم. یه جوره جنگل خلاقیت منه. افراد زیادی اونجا نیستن. 1 ساعت قدم میزنم و هوای اونجا رو تنفس میکنم. به کتابای صوتی گوش میکنم. مثل مدیتیشن در حین قدم زدنه. گاهی هم به کتاب صوتی گوش نمی کنم و فقط راه میرم و زمین رو لمس میکنم. انگار دارم از زمین تشکر میکنم. به خاک متصل میشم. بله با کفشام قدم میزنم. نمیخوام خیلی مبهم صحبت کنم ولی تحقیقات بسیار خوب زیادی هست که میگن اگه میخواید سیستم ایمنیتون رو تقویت کنید، اگه میخواید خوشحالیتون رو بیشتر کنید، اگه میخواید سروتونین و دوپامین بیشتری ترشح کنید، اگه میخواید هورمون استرس که کورتیزول هست رو کاهش بدید، در طبیعت قدم بزنید. پس وقتی که قدم میزنم به طبیعت متصل میشم. البته میدونم که حرفام در اینجا رسه خیلی جذاب نیستن. فقط دارم میگم که واقعیت رو بدونید. من به کتاب صوتی گوش میدم و مواقع دیگه مدیتیشن در راه رفتن رو انجام میدم که پاهامو روی خاک حس میکنم. میدونید مواقع دیگه من چی کار میکنم؟ اگه چیزی باشه که به خاطرش سردرگم باشم، فقط دربارش بلند صحبت میکنم. مثل اینه که سعی میکنم مسئله رو اینجوری حل کنم. اگه درد داشته باشم انرژی منفی رو از سیستمم خارج میکنم. فقط با آزاد کردنش، با صحبت کردن دربارش. و همچنین میدونم که این یک کمی غیر معمول به نظر میاد ولی کاری که انجام میدم نوعی مراقبه متبرک کردن در راه رفتنه. دارم قدم میزنم، خودم رو به چالش میکشم که 50 تا چیز بگم که به خاطرش شکرگزار هستم و اینم بلند میگم چون توی جنگل فقط منم و سنجبه. پس میگم که من به خاطر خانوادم شکرگزارم، من به خاطر سلامتیم شکرگزارم، من به خاطر داشتن کاری که روحم رو تغذیه میکنه شکرگزارم، برای غروب خورشیدی که دیروز دیدم شکرگزارم، به خاطر تیمم شکرگزارم، برای کسب و کارم شکرگزارم و برای سفرهایی که میرم شکرگزارم. من به خاطر افرادی که بهشون خدمت میکنم شکرگزارم. وقتی که دارم قدم میزنم بلند میگم که شکرگزارم. امیدوارم که این براتون عجیب به نظر نرسه چون این کار روش فوق‌العاده‌ایه که در خودتون ایجاد کنید. خب دیگه چی؟ من با دیدن غروب خورشید الهام میگیرم. هر شب این کارو انجام میدم. مخصوصا اگه هوا خوب باشه. کاری که میکنم اینه که گوشه میشینم و غروب خورشید رو میبینم و این خیلی برای من فوق‌العاده است. اگه غروب خورشید فقط 1000 سال یک بار اتفاق میافتاد شما و باقی انسان‌ها غروب خورشید رو تماشا میکردید. ولی چون هر شب اتفاق میافته خیلی ساده از کنارش میگذریم. روانشناسای مثبت‌گرا به این پدیده ذهنی روانی سازگاری لذت جویانه میگن چون غروب خورشید
خیلی اتفاق میفته، مغزمون بهش عادت میکنه. به خاطر همین برامون عادی میشه. یک بینش متحول کننده دیگه هم هست، اینه که مغزهای ما برای ناسپاسی ساخته شدن. هزاران سال پیش مغزامون خیلی بهمون کمک میکردن، چون اون موقع واقعا باید حواسمون رو جمع میکردیم. پس باید میفهمیدیم که در محیطمون چه چیزی خوب نیست و اگر اینطور نبود بر ما رو میخورد. الان ما اینجاییم و داریم در عصر جدید و مدرن زندگی میکنیم و هنوز یک تعصب پنهان در مغزمون برای منفی بافی داریم. پس چیزی که بهتون توصیه میکنم اینه که غروب خورشید رو تماشا کنید، چون اگه این کارو نکنید اونو از دست میدید. و من شخصا ترجیح میدم که غروب خورشید زیبا رو ببینم تا اینکه بخوام تمام این چیزای لوکس رو ببینم. ترجیح میدم سر یک وعده غذایی با بچه‌هام گفتگوی 3 ساعته داشته باشم تا اینکه تمام پولای جهان رو داشته باشم. من ترجیح میدم که با تیمم بشینم و یک محصولی بسازم که به میلیون‌ها نفر خدمت کنه تا اینکه بخوام تمام شهرت و ثروت جهان رو داشته باشم. ترجیح میدم در جنگل قدم بزنم یا عاشق دوچرخه سواری در کوهستانم. ترجیح میدم در کوهستان دوچرخه سواری کنم و با طبیعت ارتباط بگیرم و دوچرخه سواری کنم و این قلبمو باز میکنه. خیلی بیشتر از هر پیروزی دنیوی در جهان، چون میدونید از این پیروزی‌ها زیاد داشتم. موفقیت‌های بیرونی زیادی داشتم. تجربه تعداد زیادی از این اتفاقات رو داشتم. در مکان‌های زیبایی بودم و افراد پولدار و مشهوری رو دیدم. و این چیزی که میخوام به شما تقدیم کنم. این جلسه درباره با الهام زندگی کردنه. چیزی که به من الهام میده ساده ترین لذت هاست و عادت تماشای غروب خورشید فقط یکی از اون است. چند نکته پایانی. اگه میخواید الهام بگیرید با عزیزانتون در ارتباط باشید. وقتی پدرم 75 ساله شد با خانواده دور هم شام فوق‌العاده‌ای داشتیم. ایشون مرد بسیار دانایی هستن که من احترام زیادی براشون قائلم و همچنین برای مادرم. به پدرم گفتم که پدر، در زندگی مهمترین چیز چی میتونه باشه؟ به من نگاه کرد، لبخند زد و در یک کلمه پاسخ داد: خانواده. و اگه خانواده مهمترین چیز در دوران پیری و دانایی هست، چرا الان این دانایی رو نداشته باشیم که اونو به مهمترین چیز تبدیل بکنیم؟ و اون صحبت کردنها با خانواده‌تون به شما الهام میده و سعی میکنم با خانواده‌ام به چیزی تبدیل بشم که بهش میگم سازنده بهترین لحظه. چند روز پیش با یکی صحبتی داشتم که داشت برای سفری آماده میشد. بهش گفتم که این یکی از طرز فکرهاییه که خیلی برای من مهمه. من سعی میکنم خودم رو با خانواده‌ام به عنوان یک سازنده بهترین لحظه ببینم. پس هر موقع که مسافرت میریم چند کیلومتر دورتر میرم تا تجربیاتی به دست بیارم که فراموش نشدنی هستن. تحقیقات خوب زیادی هست که نشون میده چیزی که برای خانواده‌تون از همه چیز مهمتره تجربیات، نه اشیا. طبق تحقیق چیزی که از همه چیز برای خوشحالی ما مهمتره اشیا نیستن، بلکه تجربیاتن. اون سفرشو رفت و بعد بهم گفت که اون طرز فکر بهم اجازه داد که چند کیلومتر بیشتر برم. کاری کردیم که هیچ وقت نمی‌کردیم و این یکی از بهترین سفران بود. پس با خانواده‌تون یک سازنده لحظه عالی باشید. و این منو به نکته آخرم برای شما میرسونه. تا کاملا الهام گرفته بمونید که شامل یادداشت برداری میشه و این چیزیه که من بهش میگم تمرین نوشتن 25 جمله که با من هستم شروع میشه. در واقع شما باید جمله من هستم رو تمام بکنید. 25 بار بنویسید که من چیزی هستم. ممکنه برای شما این شکلی باشه. اگه میخواید بیشتر فروتن باشید بنویسید من بیشتر فروتن هستم. سپس بعدی رو بنویسید. من در رفاه بیشتری هستم. من عالی‌تر هستم. من شجاعتر هستم. من بیشتر حواسم به دیگران است. من نوآور و خلاقتر هستم. من پر انرژی هستم. من با انگیزه تر هستم. و اینو 25 بار در یادداشتتون بنویسید. خب این چیکار میکنه؟ این طرحی در ذهن ناخودآگاه شما درست میکنه. طرحی از یک فرد فوق موفق که میخواید به اون تبدیل بشید و اون نوع فکر کردن به حالت وجودی شما تبدیل میشه. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشید و کاملا الهام گرفته بمانید. میبینمتون.